وقتی ما میگیم دولت دنیوی، اول شرحی ماهیتی شدیم. یعنی ماهیتاً چی معنا دارد؟ در این مسئله دولت شناسی مسئله رقم یک همین است که منبع قدرت از کجاست؟ انا در سیاست در دولت داری میگن منبع قدرتش کجاست؟ سرچشمه قدرتش از کجاست؟ انا برای همین گپ اساسی است که اگر در دولت داری در زبان حوزه میگیم سرچشمه حاکمیت، یعنی سرچشمه حاکمیتش چی است؟ یعنی شما کمیسه 11 نفره انتخاب کرد یا پیشنهاد کرد، اینجا تصدیق کرد، اینجا تصدیق کرد، کمیته دیگه تصدیق کرد، شما امام خطیبی ناحیه بخش بسید. انا فرمان منبع حاکمیت شما. اما نه در دولت داری خیلی میگیم سرچشمه حاکمیتش از کجاست؟ سرچشمه قدرتش از کجاست؟ همین سوال معلوم است. همین سوالی رقم یک در دولت شناسی. اگر میگیم که اگر همون حکومت، همون دولت منبع حکومت خود رو از همین زمین، از همین دنیا فرض کنه یا حساب کنه یا گرفته باشه، از نظر ماهیت میشه دولت دنیوی. ولی اگر منبع قدرت خود رو از عالم غیب، از الله، نمیدونم اهورامزدا یا از جین، از پیران، روح و ارواح، از یک اون چیزی غیر همین دنیا تصور کنن، میشه دولت غیر دنیا. اگه مثال میره، مثال ما میگیم که اینا یک پادشاه مرد، باید شاهی نو انتخاب کنیم. پیشتر در افسانه خلق تاجیک است که یک پرنده سر میدادن نامش بازی دولت. اگر در سر کتف همی کس شینن، یک از پادشاه. در سر کتف اونا شینن، شما پادشاه. میگه که من پادشاه، بازی دولت در سر کتف من شیشت. طبق عرف همی جامعه من صاحب حاکمیت. منبع حاکمیتش چی هست اونجا؟ عرف. یعنی عرف همی جامعه. یعنی قبیله های افریقایی میگه که کسی بهتر تیر پرانه همون رابر. پس عرف همون جامعه منشأ حاکمیت همی هست. فهموسن؟ یا اینکه میگیم کسی کلان سالتر باشه در اون جامعه میگه همی تو رابر. پس منشأش عرف. خب ولی برعکس همی را تصور کنید که اگر مثلا پادشاهی هخامنشی‌ها داریوش کبیر یک سنگ تراشیده است در بلندی 100 متر در کوه، چیزی هست در ایران سنگ نوشته نقش رستم یا کوهی بی ستون وجود هست. در اونجا چی نوشته است؟ در این بی ستون بی ستون در همین تنه کوه، همین کوه کلان 40 متر قریب صحیفه کنده، در اونجا به 3 زبان تاریخ نوشته است. چه سرکرده است؟ گفته است که من مثلا این در خشایارشاد من خشایارشاد شاه شاهان خداوند اهورامزدا مرا پادشاه ایران تعیین کرد. دیدید؟ پس منبع قدرت خود رو نه عرف، نه بازی دولت، نه انتخابات ندانستند. کسی که مرا اهورامزدا شاهنشاه ایران تعیین کرد.
و این ایران رو به من داد. ولی شما آواز میتید نمید که خداوند همین رو به من داد. اینه میشه منشه قدرتش از این دنیا ندیده است، از اله، از اهورامزدا. اینه میگه دولتی دینی، یعنی منشش از خدا میگه. یا اینکه مثلا پیامبر در اسلام پیامبر میاد میگه که من فرستاده خدا، یعنی سخنی که گفته شده از هوا نیست. از بس که در زبان تاجیکی وزدخ هوا میگه، بعضی خطبای من دیدم که در وقت گپ زدن همین هوای عربیه که به معنای نفس و منفیت چه میگه پیغمبر هوا گپ نمیزنه، این به معنای هوای عثمان تاجیکی میگه هوا گپ نزنه. لیکن وای پیغمبر وقتی میگه که او از هوا گپ نمیزنه، معنای هوای وزدخ نیست، به معنای که از نفس و از خواهش و از منفیت خود گپ نمیزنه، وحی آمده رو به شما میگوید. هم خیلی تفسیر درسته نیست؟ خب انا بنابراین وقتی پیامبر میگه که من نماینده خدا، سخنم سخن خدا، اگر به ما توبه هستی به خداوند توبه هستی، انا نمیده معنیش که منشه قدرتش از این دنیا ندیده است. میگه تو روزی هستی، ابو جهل روزی هست، روزی نیست، من نماینده خدا، قدرتم از خدا اطاعت کنم. همین نامش دولت دینی. پس دولت دینی چی است؟ دولت دینی حالت است که خود حکومت سرچشمه قدرتش رو از غیب، از اله، از خدا، از اهورامزدا یا از همون عالم غیبی میدونه. دولت دنیوی حالت است که سرچشمه حاکمیت از همین دنیا است، چه خلق باشه، چه عرف باشه، چه ثروت باشه. مثلا که کسی پولی بسیارتر داره همون حاکم میشه، منشه حکومتش عرف. از این رو در فلسفه دولتداری ما همین دو نوع دولت داریم. میگیم دولت دنیوی به معنایی که منبع حکومتش از همین دنیا، و دولت دینی تئوکراتی منشه حکومتش از آسمان. تئو همین زبان لاتینی ده، تئو یعنی خدا، تئو کراتیا یعنی حکومت، یعنی میگیم دموکراتیا یعنی حکومت خلق، تئوکراتیا یعنی حکومت خداوند. برای میگیم که من نظامی ریمی قدیم یا عصر میانه روم، پاپ روم، این تئوکراتی، چون خدا نماینده خدا میگه. تئوکراتی یعنی منبع قدرت از خدا. حالا اکنون بینید که مدل تاجیکستان چی است در این مسئله. کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان ماده 6 یک گپی داره که کم با او دقت میکنن. مثلا میگن که در بند اولی کنستیتوسی گفته است که دولت دنیوی است، در بند 100 گفته است که دنیویت تغییر نمی‌یابد، اما یا شعارش اعلانش است. اما همین دنیوی بودن ماهیت دولت در جمهوری تاجیکستان در ماده 6 گفته است که در تاجیکستان خلق سرچشمه حاکمیت است. همین گفته دیده، یعنی جایی که گفته است که نه روح، نه ارواح، نه خدا، نه پیغمبر، نه یگان جین سرچشمه حاکمیت نیست. صاحبی همین حاکمیت این خلق است. برای ماده 6 میگه که خلق سرچشمه حاکمیت است، ولی در اون مسئله ماده 6 و در شرح مدل تاجیکی با گپ میزنه. ولی نمیشه جای دنیوی بودن دولت از نظر فلسفی
از نظر ماهیتی در کجا ifade شده است؟ دیگه در مورد 6 کنستیتوسیون گفته است که سرچشمه قدرت در این کشور خلق است. صاحب این دولت اهورامزدا نیست. کی است؟ خلق. اینم خلق انتخاب کرد، شما رهبر. خلق برکنار کرد، شما نیستی. خلق طرفداری کرد، شما قانونی. خلق ضد بود، شما غیر خود. هم هست؟ این نومش بندی دنیوی بودن دولت از نظر فلسفی. بنابراین من خواستم قسمی اول درباره چی گپ زدیم؟ درباره فلسفه دولت دنیوی. یعنی از نظر ماهیت چه میفهمیم این دولت دنیوی است یا نه؟ بگیم که سرچشمه حکومتش در این کنستیتوسیونش در خودش حاکمش از کجا میگیرد؟ این مثلا ما میگیم همین دولت امارت بخارا دولت دینی بود یا دنیوی؟ ما میگیم که همین امیر چطور انتخاب شده است؟ میگیم امیر عالم خان بچه امیر عبدالاحد خان بوده است. امیر عبدالاحد خان بچه امیر مظفر بود. امیر مظفر بچه امیر نصرالله بود. پس میگیم این از روی فرزند امیر بودن رفته است. این میراثی همین دنیوی است. یعنی منشأ حاکمیت امیر مظفر همین است که او فرزند امیر نصرالله است. او نه شیخ است، نه عارف است، نه برتر است، نه اعلم است، نه ای تقوا برتر است، نه ای حسن و جمال برتر است، نه از قوت برتر است. یک منبع داره برای قدرتش، او فرزند امیر پیشتر. پس میگیم عرفی همین جامعه منشأ قدرت شد. مناخی مطلق. مناخی مطلق. مناخی مطلق خیلی خوب هنوز دیگه. خب یعنی ارثی بودن. پس فهماست که از نظر فلسفی یا کلی کلمه فلسفه نترسید. فلسفه این ماهیت شد. از نظر ماهیتی دولت دنیوی و دولت میگیم که منبع حاکمیتش چی است؟ در این دنیا. دولت دینی و دولت میگیم که خودش حساب کرد که من از نام دین حکومتم از سوی دین سرچشمه قدرتم از دین. انا برای اونموش دولت تئوکراتی اینش دولت دنیوی. دولت دنیوی هم چند خیل میشه از نظر فلسفی. اگر به دولت دنیوی بیاید و گرد که منبع قدرت من خلق است. خلق در زبان یونانی میشه دموس خلق آدمو. پس میشه دموکراتی. اما در بند یکی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان است که این دولت دنیوی دموکراتی است. این میشه امیر قطر همیشه است. مسجد کشور همین دولت دنیوی است. ولی این دولت دنیوی دموکراتی نیست. چون منشأ قدرتش خلق نیست. خلق میخواه نمیخواه این بچه امیر پیشتر است. یعنی این منشأ قدرتش پدرش است. بنابراین اختیار دوقلوشته این منارخی است. این دنیوی ولی منارخی. اما ما دنیوی هستیم. اما چی هست ما؟ دموکراتی. به معنی که با انتخابات راهبر میشه. از طرف خلق انتخاب بشه. اول این شرح کنستیتوسیون ماده اول میگیم که تاجیکستان دولت دنیوی دموکراتی است. معنیش این که از نظر منبع قدرت یکان الهی غیبی ای جین ای روح ای خدا ای وجود این خلق است. این زمین است منبعش. دوم از نظر کی بودن منبع نه مرغ دولت است نه ارث است نه چی بلکه خلق. پس وقتی که سرچشمش خلق است میگیم دموکراتی. بنابراین
مفهوم دولت دنیوی دموکراتی در نسبت تاجیکستان، یعنی دولتی که سرچشمه حاکمیت اون در روی زمین است و در بین دهها وریانت همون سرچشمه خلق است. همین نامش دنیوی دموکراتی. پس دنیوی غیر دموکراتی هم پر است. این مثلا فرض کنیم روز گفتم امیرای خلیج، شاه سعودی فرزند، شاه این کجا این منبعش مثلا پدر شاه بوده، این هم شاه شده است. این دنیوی است. هیچ وقت امیری سعودی و امیر قطر برآمده نمیگه که من نماینده خدایم. نمیگه. میگه من امیرم چون که طبق این قانون امیر قطر پدرم امیر بود و هم امیر میشم. این دنیوی است ولی غیر دموکراتی. انا دنیوی دموکراتی حالتی که منبعش همین دنیا است ولی نام منبعش کی است؟ فهمونید؟ خلق. اگر خلق انتخاب کند دنیوی دموکراتی، اگر مرغ دولت انتخاب کند یا پدرش انتخاب کند چی؟ دنیوی غیر دموکراتی. انا برای همین دمو اینجا برای مردم، دموکراتی یعنی مردم سالاری. اما است مردم سالاری به معنای دموکراتی. انا بچه دوستان عزیز، این همین قدر گپ زده، ما تنها دولت دموکراتی رو از دولت دنیوی رو از نظری موقعیتی فقط گفتیم. موقعیتی مفهوم فلسفی موقعیتی گفتیم. شما خیلی چشم کنم پیش میگه امریکا دنیوی است یا نه؟ میگیم ولی پرزیدنتش از مردم انتخاب است. پس دنیوی دموکراتی. همین پاپای ریم واتیکان دنیوی است و نمیتونه پاپا بگه من نماینده خدا. پس این دنیوی نیست. دینی است. این جمهوری اسلامی ایران میگه که همین راهبری دینی این نماینده امام زمان نماینده خدای، این گپ زده نمیشه، این دینی است. کل شرح شده. پس از نظر حقوقی چه از دولت دنیوی؟ سه علامت اساسی اگر در دولت همین دنیوی است. یکم این که دین، متن دین رو شریعت. همین شریعت منبع قانونگذاری قرار نمیگیرد. همین صفتی هست. این مثلا شریعت در هر نظر فکر خود داره که این دختر 12 ساله عشق کنه، 18 کنه، 20 کنه. قانون میگه که تو 18 سالگی شوهر کردن ممکن نیست. شما نمیدونه این مثلا نکاح ده هر روز برای مثلا روبروی یا ماه نمیرسه، نماشون 3 سال پیش تیاره میکنی چون یه ماه نمیرسه. چه در نظر دارم؟ یعنی که قانون حد معین کرده که 18 بود کنه بعد نکاح میکنی. انا این مثال این که منبع قانونگذاری شرع نیست. این علامت یکمی در همه مسئله ها. این شما بگید که زنها باید با مردم در یک اتاق نشینند. اون دولو اومد توی امر و اعلام کرد که او امیر صرفا نرفت که در دولت دنیوی منبع قانونگذاری شریعتی و نیست. او زنان میتونه قطعی مردک بشینه دب زنن. ولی اومد بود که تن دب شده انتخاب کنه موسیقی بس که زنان کجا باشه مرد کجا باشه. چرا؟ برای که این مسئله را حساسیت دادن. یعنی قانون گفته است که همین زن و مرد برابر است. کنستیتوسیون ماده 17 گفته است که زن و مرد برابر است. اما زن میتونه بیاد در اینجا میشینه، در بغل ایسو، در ایسو میشینه. او کاری خودش. رعایت او علاقه مسئله اخلاقی و مسئله اجتماعی و تقوا میشه. اما از نظر حقوقی هیچ گفتم ممکن نیست که مثلا تو زنی مسترشین یا معاشت کمتر باشه او قفادشین خواهرای عزیز خیلی در مثالی ده ببینیم. پس علامت اول دولت دنیوی از نظر حقوقی این است که دین منبع قانونگذاری قرار نمیگیرد. همیش مماست؟ اینه باید دیگران جو بگیم شدش. دوم همین چیزی
که برای شما بسیار آشناست این است که علامت دومی دولت دنیوی از نظر حقوق و سیاسی این است که تشکیلات‌های دینی از دولت جدا. این همه شنیدید ماده 8 شرح شده. یعنی تشکیلات‌های دینی همچون ساختار از دولت جدا است. اگر دقیق‌تر نشه میتونیم بگیم که تشکیلات‌های دینی از ساختار دولت از نظر اداره‌کنی از نظر فونکسیونالی جدا است. خب سوم میگیم که سوم علامت دولت دینی است، دولت دنیوی است که دین بسیار اوریان کرده این فرمان دین کار شخصی فرد است، کار شخصی شهروند. همین دوله شوروی را ایمان اعتقاد دین را در همین زبان روسی سالهای 20-30 میفتن سوست. همین سوست ترجمه کردن در تاجیکی وجدان. همین کلمه موند است. حال همین که قانون درباره آزادی وجدان. انا وجدان کاری شخصی است. همین زیری همین دین در نظر داره، یعنی اعتقاد دینی تا مثلا خب وجدان میتونه وسیع‌تر باشه که وجدانی اتئیستی باشه، وجدانی کمونیستی باشه. می‌فهمید که با وجدانی پیونریم قسم من ندزدیدم خیلی در بود در دوره سویتی کنی با وجدانی کم سمولید قسم خورد. یعنی وجدان یک باور است، صوت. بنابراین ما میگیم که دولت دنیوی علامت سومش همین است که آزادی وجدان رو کفالت می‌دهد. یعنی به وجدان انسان و باور انسان دخالت نمی‌کند. مثلا نمیگه که چرا تو مسیحی، چرا تو سنی، چرا تو شیعی، چرا تو اتئیستی. همین موضوع دولت نیست. فقط همون وقت موضوع دولت میشه که اگر همون اتئیست یا همون مسیحی یا همون شیعه یا همون سلفی قدم مانو به شخص دیگر خواهد تاثیر کنه. یکی تو اگر سلفی نشوی حکمت فلان، تو اگر اتئیست نشوی حکمت فلان. اون وقت موضوع دولت میشه. دولت که دیگه بچه کاری شخصی ولی مردم غم نده. از این نظر علامت سومی دولت دنیوی از نظر حقوقی چه است؟ آزادی وجدان. اگر یگان آدمی که همین آزادی وجدان را درک نکنه بیاید آزادی شما را نقص کنه روی دنیوی تماما نظام بد است. نمیگه که در کنستیتوسیا در قانونگذاری کشور آمده است که آزادی وجدان یک اصلی اساسی دولت است. این مرده نمیره ریوایه نکرد شده است گناهگار. اما شما میگید دولت دنیوی بد بوده است. همه خیلی میان دیگران میدن که خیلی یک شرکی ندیده میگه مسلمی نبین. این همین پاکستان میری در کوچه قدم زده نمیشه از موسیقی. جمهوری اسلامی پاکستان رو دارد. همون که شهرهای مرکزش کم تصور باشه در قشلاق شوید برای میگه چی یعنی پاکستان؟ که جمهوری اسلامی شما اینکه و اسلام من میگه ایخه نمیگیره اینکه اسلام من چی بوده در قرآن گفته است، در حدیث گفته است، نظافت گفته است. از همین رو همین درباره دنیویت هم همین یک یگان مثلا کوچسکوی شما را غم داری یا اون کسی یگان چیزی غیر خوبی که خلاصه را دولت دنیوی آنها میگه بده است این خیلی غم نیست. یعنی او را از تعلیماتش دیدن در کار. این تعلیماتش، این فلسفهش، این اساسش، این خصوصیتش، این کنستیتوسیاش، این قانونگذاریش و کسی را رعایت نکنه حکمی او معلوم. اما حکم دنیویت، حکم دولت، حکم قانون با او وابسته نیست. این همی در ویدیو برآمد که یک رئیس تنظیم هم از چین میدارم هم حقارت‌های سخت میکنم. او رئیس تنظیمی هست که بسیار با معنی
و بچه هستن که بسیار با معرفت، با علم، با اخلاق. یعنی یک آدم اگر نادرست رفتار کرد، این را به نظام، به سیستم، به تعلیمات بها دادن. این خیلی که شما در علم بکنه که به خاطر یک نرکمن افغان تمام مسلمانان هم خیلی صحب میکنه اروپایی ها، یا به خاطر یک تروریست طالب مثلا. همین در مسئله دیگر هم خیلی است. به خاطر یک کس که مسجد اومده حقارت کرد، آنا دنیاویات، این خیلی نیست. آنا همه آدم گفتن در کار، آنا همه آدم، ولی دنیاویات در کنستیتوشنش نیست که آزادی وجدان کفالت داده بشه. فقط به دیگران تحمیل نکن، به دیگران بار نکن. یعنی تا سحر اگر شما عبادت کنید، یگان ارگان آمده چرا تو 55 رکعت نیو 56 خوندید نمیگه. اما وقتی که بخیزی جامعه را بخواهی که زیر دست خود گیری، او علاقه مسئله سیاست است، مسئله قدرت است، مسئله سه علامت. یکم دین سرچشمه قانونگذاری قرار نمیگیرد، این یک. دوم تشکیلات های دینی از نظر ساختاری از دولت جدا و با حاکمیت دولتی دخالت نمیکنه. سوم آزادی وجدان همچون اصلی اساسی تامین میشه. این علامت سوم. خب اکنون یک بحث بسیار نازک شروع میشه که همینجاش دارم میخوام شما تا یاردم کنید. من دعوا ندارم که همینجاش میدونم، دعوای من است که همین موضوع باید فکرمون معین کنید. یعنی نظر اسلام چی است به همین؟ یعنی مثلا نظر اسلام و دولت دنیوی. پس ما دولت دنیوی اول گفتیم که از نظر ماهیت یعنی منو داره، از نظر حقوقی یعنی خیلی منو داره، از نظر تجربه من شکلها هست. همین دولت دنیوی چیست؟ اگر بگیم گپ تمام. اگر که مسئله دوم میگیم که همین نظر اسلام چی است به همین؟ آیا همین اسلام به همین مطابقه یا این به اسلام مطابقه؟ آیا این ضد اسلام است؟ اسلام ضد این است؟ این بسیار مسئله مهم است. در اینجا من اول یک مسئله اعتقادی میگم و مسئله شرعی. مسئله اعتقادی به این معنی که من همین در تمام بحثایی که در همین فیسبوک، یوتیوب، کامنت های ببینید در فضای مجازی میشه، من یک چیز احساس میکنم که کسی قریب به حقیقت و دنبال حقیقت رفتن حساسیت ندارد یا ذوق ندارد. همیشه بخواد که اما کسی در بحث بوده رو مغلوب کنه. یعنی مقصد دریافت حقیقت نه، بلکه مقصد مغلوب کردن، شرمنده کردن، محکوم کردن، شکست دادن همون مدعی. جواب سعدی چی گفته بود؟ دلایل قوی باید و معنوی، نرگ‌های گردن به حجت قوی. بلندتر داد زنی، سختتر گپ زنی، دو حقارت آبدار کنی، تو غلبه نکردی. ممکن همون لحظه از نظر فیزیکی او آدم بچرا ممکن اگه من نفسش کوتاه، ضعیف فیزیکی، خیر باشه همون گپی تو دیگه حقیقت رو نیست کن. بنابراین همون بحثای شبکه‌های مجازی ما این همدیگر شکنی است، نه یافتن حقیقت. کوشش کنید که همین را پزور کنم گفت بسیار که اگر غلبت نکرد علمش نرسید میگه من میدونم تو دو زنداری، تو چهار زنداری، تو چی کردگی، او کردگی، تو وقتش مثلا بودی کلوب بودی ولی ملو شدی. این خیلی میگم. اما خودی مفهوم، خودی حقیقت بحث فراموش کرد. بنابراین و آخرین ضربه که میزنن بعد حکم میگه این کفر.
این خلاف اسلام داره، یا اسلام یا ایدی رو نوزم بلو، این مسلمان است. این آخرین ضربه نامردانه است با مسلمان بیچاره. بچه کوی یوشیشته در فیسبوک میگه کافره، همه اچکیش معلومه که کافره. تمام دیگه اونجا بحث نیست. از این روز صحبتی من چی است؟ میخوام بگم که بین خود جایی که بحثی عوام نیست، ما همین متخصصانه بگیم که نظری اسلام چی است در مثلا خب؟ فهمت؟ بنابراین در مسئله اعتقادی چی گفتم؟ یعنی من مثلا همچون مسلمان میگم، یعنی من نه اسلام رو، نه تعلیمات اسلام رو، نه پیغمبر رو، نه تجربه اسلام رو، نه قدرت اسلام رو، نه کامل بودن اسلام رو هیچ وقت زیر سوال نبردیم. این نمیگیم که پسر دولت دنیوی خوبه یعنی اسلام قدرت نداره دولت سازه. این خیلی مسئله درباره این نیست. مسئله درباره این است که ما دقیقاً از تجربه تاریخی، از تعلیمات دینی میگیم که یعنی در دنیویت چی در نظر داره، اسلام چی رو در نظر دارد و مناسبت این دو مفهوم با هم چی است. و ما از این نظر در نظر وگرنه همین سانک است که زود حکم بکنه که این دنیویت خوب گفت یعنی که اسلام این کار کرد اصلا نخیده. ما همچون مسلمان، همچون کسی که مثلا ما رو چین عقل و چین فهمش خودم ایمان و اعتقاد دارم درباره مسئله دنیویت هم چند مسئله علمی گرم زده شده چون موضوع حتی درباره انکار و قبول یکم تشخیص درباره این است که فهمیم که چی است، منظره رو بینیم، منظره رو بعد حکمش هم در دلتون هم تصمیم. خب اما منظره چی است؟ یکم این که در این مسئله دنیویت نفهمیدم کسی رو حکم کردن درست نیست، چون ما بسیار نمیدونیم که چی در نظر است. اکنون سبب یعنی خیلی حکم در این است که در دین مسیحی یعنی نصرانی را در بگه نصرانی در تاریخش همین گونه آمد که بعد رفتن مسیح خصوصا در عصرهای میانه از عصرهای 6-7 میلادی تا عصرهای 15-16 میلادی یعنی قریب 1000 سال در اروپا، این استاد معلمی تاریخ بودن با خطاگی باشه تز اصلاح کنید، در اروپا در اروپا یک نوعی دولت به وجود اومد، دولت پوپ ها چی حیله شرعی کردن؟ ببینید استاد پوپ ها چی حیله کردن؟ گفتن که عیسی مسیح مردگی است، عیسی مسیح گفتگی است که در نبودن من همه علما ورثة الانبیا، همه علما جانشین منند. پس همه که عیسی نیست نماینده خدا مایه علما، پس حکومت به ما تعلق داره، زیرا عیسی گفت که همه علما جانشین من، پس حکومت به ما تعلق دارد. از این رو ما حکومت میکنیم، ما شاه تعیین میکنیم، ما تعیین میکنیم که ایدئولوژی چی باشه، دولت چی باشه. همین کلیسای روم حکومت شد و برای که حکومت چه هیچ کس سرنگون کرده نتواند، برای که حکومت چه هیچ کس جنبانده نتواند، گفتیم ما نماینده خداییم. همین پاپ که همین شیشته است این فرزند عیسی، عیسی که آمد او فرزند خدایه. خیلی قولی گفته این امیر مهمان میگه من فرزندی و امیرم، پس من امیر شما. این که من فرزند مسیح هم، من پیغمبر و حاکم شما. بنابراین نام امیر میگه دولتی تئوکراتی در اروپا. خب این تجربه مسیحیان در جهان اسلام نشده این کار. همین خطا همینجا سر میشه. دولت مسیحی تئوکراتی، تئو یعنی خدا بود، کرات یا حکومت، خدا سالاری حکومت خدا و این پاپ اومد گفت که من نماینده خدا، حکومتم حکومت
حکومت خدا، سخنم سخن خدا. انا این طرف قضیه بینید کسی که زید است زید خدا، کسی اطاعت نکرد از خدا اطاعت نکرد، کسی که با من مخالف است مخالف خدا، پس مخالف خدا حکمش بردار از بیان کشته شود سرکوب شد. چقدر سرکوب انسان ها از نام خدا در می اروپای اصلی 8 9 10 11 12 تا 14 شد. علم، سیاست، معارف، فرهنگ، ایدئولوژی همه چی به دست گرفتن واسه ملاها و پاپ ها. حتی همین کپرنیک اومد گفت که از طبق مشاهده های من زمین کره شکل بوده است. ای بدبخت در آتش سوزان که این زمین کره شکل بود. اینه میره مسیحی ها کرمان نکرده. از ما 500 سال پیش از او ابو ریحان بیرونی کره زمین چین کرده، صورتش کشیده، رادیوسی زمین برابر رادیوسی امروزش معلوم کرده نوشته بوده است. این علم مسلمان. ولی کپرنیک برای که زمین کره شکل بود آتش زدن. همین من یک چی میگم، شما اگر نصیب کند سیر جهان همه جا سرزمین خدای روید، اسپانیا روید، اگر یک موزه هست نامش موزه اینکویزیسیا. اینکویزیسیا ترجمهش میشه تفتیش عقیده. همخه یک دادگاه داشتن همین کلیسای مسیحی تفتیش عقیده. این از طالبان میکنه کم کم. میگه که هر محله در نماینده پاپ، یعنی کی نماز میخونه، کی نمیخونه، کی کلیسا بره، کی اندازه دین میسپره، کی لباسش خیلی همش او رو معلوم کرده، با دعوت کرده، او امنیت شبکه جاسوسیش معلوم میکنه، شبکه جزودیش او را جزا میتیره. مثلا ناخونوشا میکنن، ریشوشا میکنن، تو چرا بوم داده ناومدی، تو چرا یه خیلی اعتقاد داری، خدا دا اعتقاد داری نداری، آیا مسیح بچه خداست یا نیست، کنی بگو کنی اقرار شو. انا کو دیگه عمل نه، عقیده رو تفتیش میکرد. اینو بریم نامش میگن دادگاهی تفتیش عقیده. و آن زبان لاتینی میشه اینکویزیسیا. همین اینکویزیسیا اینقدر اسباب‌های جزا ساختن. مثلا میرین مثل همین میز اپارات هست، آدم میبنده کلش ایسو، پاش ایسو، میتونه میکشه، میوزونه. دراز نکنه که تو عیسی را قبول داری یا نه، اقرار کن. این دولت ظلم دینی. خیلی سانسور میکنه، ویدیو میکنه طالبا، منم خیلی. مثلا زنش خیلی، مردش کسی شنوان که این زمین کره شکل بوده، این دور زن. این همین اسبابای ناخون کنی، اسبابای درفشوی آدم سیخ میکنی، دورها، اسبابای کلابوری، اسبابای دستبوری، همه‌ش جمع کرده در اسپانیا گذاشته. سنوز بینای بزرگ موزه اینکویزیسیا. انا شما راست ببینید این دولت دینی تئوکراتی از نام خدا چی ظلم کرده است. انا وقتی که همی شد در علم اروپا، در جامعه اروپا یک قیام با وجود آمد که از این دولت تئوکراتی خلاص شده. اینا باید در جواب امو در تمدن مسیحی یک مدل دولت شکل گرفتی که دین دخالت نکند. همین دین با امور جمعیتی دخالت نکند. دخالت نکند با آنمون اینکویزیسیا میشه، با آنمون حالت پاپی نماینده خدا میشه. بنابراین در تمدن مسیحی همین دولت دینی و دنیوی همچون دو مدل در نبرد با هم آمدن. خب این بحث هنوز هم در اروپا هست، در علم غرب هست، در علم مسیحی هست. خب این انا که حاضر بعض علمای ما طبق همون جنجال اروپایی ایجاد میگه که دنیوی دینی دنیوی، زیدی هم زیدی هم. ولی اگر در تاریخ اسلام بیاییم چی؟ این در تاریخ مسیحیت هم خیلی. در تاریخ اسلام اندر وضعیت دیگر است. یکم ما در اسلام بکنیم وقتی که ما مثلا اسلام میگیم، این ما هم مثلا همین مذهبی اهل سنت در نظر داریم. ما من این خیلی اعتقاد است.
همین اهل سنت هم در میان گیریم. ما هم حالت دولت تئوکراتی داریم، هم حالت دولت دنیوی. چه؟ حالت دولت تئوکراتی در اسلام ببینید، ما هم در اسلام هم حالت دولت تئوکراتی دینی داریم، هم حالت دولت دنیوی. چه؟ تنها جایی که در اسلام در اهل سنت و جماعت دولت دینی هست، رهبری دولت نماینده خدا هست، سخنش سخن خدا هست، شخصش معصوم و مقدس است، این دوره پیغمبر است. تمام. فقط در زمان بودن پیغمبر رهبر دولت مقدس نماینده خدا، سخنش گفته که انیل حوادث چه است؟ از راهی است. اما اون نامش دولت تئوکراتی. این مرد شش است، تو وقتی که زنده است این پیغمبر خدا، این سخنش سخن خدا، این نماینده خدا، اطاعتش چی است؟ اطاعت خدا. این دوره پیغمبر. انا توی دوره مدل تئوکراتی دولت یا که جامعه، اون بعد پیغمبر در مذهب اهل سنت و جماعت همین حالتی تئوکراسی یا دینی یا الهی داشتن حکومت ختم میشه. اینجا جای اساسی ختم میشه. ما بعد پیغمبر یگان نفر رهبر دولت در اسلام نداریم که او مقدس باشه، معصوم باشه، نماینده خدا باشه، سخنش سخن خدا باشه، اطاعتش اطاعت خدا باشه، قانونش تشریع دینی باشه. خیلی گپ نیست. یعنی پیغمبر مردن و همین حکومت الهی تمام شد. حکومت الهی به معنی تئوکراتی. اما سرش چیه؟ میگه بین خلیفه ابوبکر چیکار کنید؟ میگه جمع شوید، شورا بنی ثقیف میکنید، انتخاب میکنید. من 6 کس طرفدار، 2 کس مخالف، 6 کس اکثریت، ابوبکر شما خلیفه. نه وحی هست، نه آیه هست، نه حدیث هست. گفت که ما انسان ها آدمان جمع شده خلیفه رو همچون رهبر دولت انتخاب کردن. خلیفه دوم عمر هم از عثمان انتخاب نشد. خلیفه سوم هم خلیفه چهارم هم همین. یعنی ببینید بعد پیغمبر ما انتخاب رهبر دولت داریم در اسلام. تعیین الهی ندارد. یگان خلیفه نامده است که من نماینده خدا، سخن من وحی است، دولت من دولت الهی است، اطاعتش اطاعت الهی. و از همین مثال بزرگ این است که خود خلفای راشدین و صحابه ها یگانش مقدس نداره. اینقدر بحثی که در این دوره خلفا شده است. سه تاش کشته شد. سه تاش. خیلی؟ از این 4 خلفای راشدین 3 تاش کشته شده است از طرف این اطراف کشته شده. وقتی حضرت عمر تعیین میکنن در مسجد انتخاب میکنن، یک سخنرانی داره در همه این کتاب‌های تاریخ اسلام هست. میگه که برادر عزیز، رحمت که به من باور کرده راهبری امی دولتم، ولی شما اهل فهم، اهل تجربه به من یادم کنید. اگر یکون خطا کردم قیمه بید، خطا کردم ای راه برامدم، مرا اصلاح کنید. یگان پیامبر حق نداره که بیاد، نماینده خدا حق نداره که اگر من خطا کردم شما اصلاح کن. برعکس خطا نمیکنم. معصوم یعنی خطا نمیکنم، گناه نمیکنم. دوم در اون روایت ها هست که در اون مجلس یک عربی خیزد بگه که اومد اگر خطا کنی دارمی شمشه تو راست میکنی در راه. خود نماینده خدا یکی گفته
پس ببینید که تو چی است؟ هم جامعه اونا رو شخص مقدس نماینده خدا حساب نمیکرد، هم خودشون هیچ وقت نماینده خدا اعلام نکرد. اما برای ما میگیم که در اهل سنت انتخابی روبری دولت مکانیزمی انسانی داره، مکانیزم شهروندی داره. انا این نوعش دنیایی. او در اول گفتم که با جای کلمه دنیایی میشه تو شهروندی. یعنی در اهل سنت مکانیزم انتخاب دولت، خودی جایگاه رئیس دولت، خودی جایگاه امیر است، خلیفه است، چیزی نمیگذاره، پرزیدنت است و شخص دنیوی است، یعنی شخص آسمانی نیست، از سوی خدا نمانده نیست. همین معیارش هم اگر همین طبق شرع و عدالت رفتار کنه خوب، همین رفتار نکنه بد. یعنی اون موقعیتاً نه معصوم است، نه بی خطا است، نه نماینده خدا. انا از این نظر ما میگیم که این یکون جایی اساسی است که اسلام و دولت دنیوی همچون مکانیزمی دولت داری مخالف نیست. البته یک استثناء هست که در مذهب‌های الوهیده، مثلا خصوصا مذهب تشیع، وضعیت دیگر است. مذهب تشیع تقریبا همون مدل پاپای ریم گرفتگی است. میگه که پیامبر نماینده خدا گذاشتن، جانشین پیامبر نماینده خدا امامان. تا 12 امام آوردن پای هم دیگر دراز شد به ترکیب میگیم که امام 12 غیبت کرد. میگه که امام 12 حضرت مهدی غیبت کرد و در وقت غیبت گفتن که در وقتی نبودن من علما جانشین من. یعنی میگه که در وقتی نبودن من علما جانشین من و سخنشون نمایندگیشون نمایندگی من. بنابراین اهل تشیع یک نظریه دارم به نام ولایت فقیه. ولایت این نام جمهوری اسلامی ایران روزی از رژیم یا نظام ولایت فقیه. ولایت که ولایت ختم و ولایت کلاب که نفهمه. ولایت یعنی چی؟ یعنی که همون صاحب همون حقوق قدرتمند. فقیه چه؟ دوملو. ولایت فقیه یعنی حکومت ملا، یعنی حکمرانی دوملوها، حکمرانی آخوندها. ناس ولایت فقیه. از بگید چرا ولایت فقیه؟ بگید چون حضرت مهدی وقتی غیبت گفتن که خیلی چند سالی که من نمیام، این 1000 سال همین چند سالی که من نیستم، همین فقیه ها نماینده اینا حکومت کنن از نام خدا، سلسله حکومت الهی دوام. بنابراین فقیه ها جمع میشن و بینشون انتخاب میکنن و میگن که همین کجا انتخاب نمیکنن و میگن که تشخیص میدن. یعنی تشخیص میدن که همین فلانی از همه فقیه پاک و با سواد و نغز و سالمی همین زمان انا میرم میگیم همین راهبر و حکومتش میگن این حکومت الهی است. بنابراین الان مدل دولت جمهوری اسلامی ایران همین نظریه با وجود اومده، میگه که همین راهبر روحانی کشور این نماینده امام زمان است، این نماینده خدا است، این اطاعت میکنی، این بیعت میکنی. این در مذهب تشیع، در مذهب اهل سنت این چیز نیست. یگان نفر نمیتونه نماینده پیغمبر، نماینده خود مفهوم امام با اون معنا نیست. امام ابو حنیفه میگه اینا مسجد برنامه‌اش گذاشته به معنای امام معصومی نماینده خدا نیست، بلکه به معنای یک شخص دانشمندی مؤلف و پیشوای و دیگه بنیادگذار همین مذهب است. یعنی به این معنای امام داریم، امام دیگه به معنای شما امامای مسجد، امام پنجوقته، امام خطیب. ولی امام به معنای مرجع دینی که او تشریع میکنه، یعنی شریعت میآفره، ما نداریم.
از همین رو ما خود مدل دولت از نظر فلسفی موهیتی در اهل سنت دنیوی است. یعنی دولت تئوکراتیک روبر دولت ایمان خداوند زند خواه اصلاح کنه نیست. این یکم از نظری که موقع اسلام در این مسئله چی است. پس اگر چرا شما میگید که همین علمای عربستان سعودی، علمای قطر این قدر مدرسه و دین و عالم و قولی قرآن و فقیه و چیزی داره، نمیده که همین دولتی ملیک سعودی غیر اسلامی است. چرا نمیگه؟ چون که این گپ نیست که غیر اسلامی است. چون که در اسلام این خیلی نیست که رئیس دولت بیاید از نام خدا. میگه عرفی همین جمهوری همین است که پسر امیر میشه و فقیه به این کار نداره. میگه که عرفی جمهوری ما همین است. خب دوم تجربه تاریخی خصوصا از نظر مذهب حنفی این است که مثلا ما همین مذهب امام ابو حنیفه را در همه نمودی دولت‌ها همزیستیش دیدیم. با خلافت هم بود همزیستی کرد، با سلطنت ترک هم 500 سال مذهبی دولتی ترک بود، خلافت نوندوش، خلافت عثمانی حنفی بود. با دولت‌های دموکراتی، با امارت بخارا همین قصد حنفی بود. یگان فقیه حنفی نام از که همین امارت بخارا دولت غیر مشروع است، چون که امیر نماینده خدا نیست. یکی چون این امارت ساختش هم خب پس تجربه ما با دولت ملیک هم، با دولت خان است، با دولت جمهوری است، با دولت پرزیدنتی است، با دولت دموکراتی است. مذهب حنفی مدلی دولت را تعیین نمی‌کند. این از مشکل چیزی درستش که این وقتی میگه با دنیویت چی مناسبت؟ اما در کجا مذهب حنفی نظر دارد؟ حالا درباره عملش. مثلا امیر است، پرزیدنت است، حاکم است، سروزیر است، پادشاه است. چی شد دوستان؟ چای روی کنم؟ خب اگر امیر است، وزیر است، سروزیر است، شاه است، هر چی سرلشکر است، عملش رو ها بدید. مثلا اگر عملش ظالمانه، نامش ظالم. عملش فاسقانه، نامش فاسق. حیث نمید که انتخابش چیه یا که مدل دولت. و اگر در اون انتخابات هم عدالت شد با مذهب حنفی رو تعیین همچون مذهب. اما مدل معین دولت که یا ولی فقیه باشه یا امام زمان باشه یا خلیفه بشینه یا نماینده خدا بشینه یا دولت الهی باشه، این گپ در اهل سنت نیست. شما در یگان جای جهان اسلام رو دیده نمیتونید. در یگان جای که با آدمی الهی موقعیت باشه. حتی من همین مدلی که از طالبان رو فریدن امیرالمومنین انتخاب کردن، اکثر علما اسلامی نه تنها مسئله دارن بلکه حقیقت رو میگن که همه آدم ما یکم بار نشنیدیم. این در کجا خونده باشه، علمش چی باشه، کتاباش کدوم باشه، فتواهاش کدوم باشه، درجاتش چی باشه، یکم جا گپ زده باشه. این یک آدمی حتی وجود داره یا نه معلوم نیست. حتی معلوم است که همین امیرالمومنین هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان وجود داره یا نه. این برای همین این اساس شرعی داره برای اهل سنت. خب و ببینید مثلا یک دو مثال میرم این بحث جمع بس میکنیم. مثال خیلی مثلا ببینید شما یک اسلام در این مسئله چی روی حل داره؟ مثلا مهم رعایت کردن اصول است. عدالت رعایت شود، امنیت تامین شود، آزادی وجدان تامین شود، مال و ملک مسلمان در امان باشد. عبادت شکنند. همین دوملو محمدی کنسانگیری بودن، ما چند بار پیشون رفته بودیم. من یه پیجی داشتم گفته که دارالکفر و دارالاسلام چقدر معین میکنه. یا
کس دلیل می‌آورد می‌گفت که همین صدای اذان که صدا می‌تیاد این از کاتگوری دارالکفر می‌بره. معنیش این بود که همین اجرای عمل‌های شرعی مؤمنین رفته است داره. مذهب حنفی بیروش. آیا امیر نام داره، سروزیر نام داره، پرزیدنت نام داره، شاه نام داره، این بحث حنفی نیست. خب؟ انا برای همین مثلا چیزی که دفعه گفتیم که پیغمبر هنگامی برداشتن سنگ مکه، سنگ سیاه، یا بحث پیش آمد که کدام قبیله بذاره، چون که از تعصب قبیله های عرب اونا گفتن که بنام ما شما، بنام این قبیله شما، یا که یک سنگ قبیله برداشت و پیغمبر گفتن که یک چادر میگیریم، سنگ دمیانش میمونیم، 4 قبیله از 4 طرف برداره، بعد خودشون گفتن بودو گفتن که هر 4 قبیله اینا برداشته مانده است. این همیشه راه حل یافت برای یک اختلاف. این همی راه حل دنیوی نامش. ولی کلمه دنیوی در نظر خود راه حل عقلی، راه حل منطقی میشه. همین اسلام با کجای همی زید است که شما یا راه حل عقلی بیفته. یعنی بیا سنگ برداشتنشن، چون که دوملو شما ایسوشگیر ما ایسوشگیر در مول مونه برداشتیم. همین در کجای اسلام زنده است. انا که ببینید مثلا این دولت لبنان حاضر یک مشکل داره. سالها جنگ شهروندی بین شیعه، سنی، مسیحی ادامه دارد. جنگای شد که نیمی ملت کشتن. بعد این آمدن راهبراشون شیشتر گفتن که بیا خیلی میکنیم یک مدل دولت ساختن. در این لبنان بینه در کنستیتوسیون شما است که پرزیدنت نماینده دین مسیحی میشه. خب سروزیر نماینده مذهب سنی میشه. رئیس پارلمان نماینده مذهب شیعه میشه. اما این معلومه که رئیس پارلمان شیعه است، رئیس حکومت سنی است، پرزیدنت مسیحی است. اونجا پرزیدنت شخص اول نیست، سروزیر از شخص اول. پرزیدنت مثل پرزیدنت گرمانی، پرزیدنت هندوستان شخص رمزی است، متحد کننده مثل ملکه بریتانیا. بنابراین اینا قرار آمدن که ای همه برتر قوه زیادتر اهل سنت سروزیر از سنی میشه، رئیس پارلمان شیعه میشه، پرزیدنت مسیحی میشه، چون که 15-20% اولیش مسیحی است. پس همین چیز کجاش ضد اسلام است؟ اینا یه روی حل انسانی افتاد که این جنگ 100 سال دوام میکند. پس اینا روی حل تقسیم کردیم. عراق واسه همین خیر است. عراق قرار شد که پرزیدنت همیشه کرد میشه، سروزیر همیشه شیعه میشه، رئیس پارلمان سنی میشه. چون که در اونجا شیعه زیادترش از توضیح نمیشه. و سروزیر لبنان که سنی زیادتره، اونجا سروزیر سنی میشه. اونجا سروزیر رئیس دولت است. پس نمیدونیم مدل لبنان، مدل عراق، همینا مثلا شما هم چون دامدو میگه همین خلاف اسلام یا هیچ خلاف نیست، بگید که همین یک راه حل یافته است برای همین اختلاف را خواباندن، برای فتنه را خواباندن، برای نجات همین مردم، برای امنیت، برای ثبات، برای وحدت یک قرار کردن که تمام این شما سروزیر از شما میشه، این از اون میشه، این از شما میشه، صلح و امنیت بگذاره مسلمین بیچاره مردم اهالی در عافیت زندگی کنن. با همین یک کس میگه این ضد اسلام است. این خیلی درد نیست. انا که درباره همین مدل دولت جمهوری تاجیکستان همیشه خوب. ما میگیم که چی است؟ ما مدل دنیوی اتئیستی که دین رو نادرستی حساب کنن، با او مبارزه کنن، برنامه ضد دین کنن، او را نست کنن خیلی نداریم. این آوازه همین دیروز بزرگترین مسجد رو رئیس این دولت گشود. 133,000 نفر نمازگزار رو برده است. تصور کنید 10 برابر این مسجد جای داره.
و این نمیده که ایران نیست کردن در که ایران ترک کردن در که ایران از بر بردن در که میگه که برم هم 133,000 نفر اونجا نمازش خوند. فقط اختلاف دینی، اختلاف سیاسی نافره تمام. پس چی میگه؟ پس مدل جمهوری تاجیکستان مدل ایدئولوژی دولت دنیوی نیست که مثلا در مقابل دین قرار کنه، بلکه یک راه حل عقلانی، یک راه حل انسانی برای وضعیت است. مثلا وقتی بود که من گروه‌های مخالفین ما دولت اسلامی میکنیم، ما حکومت اسلامی میکنیم، ما این خیلی مدل میکنیم، ما خیلی مدل میکنیم، ما وقت حزب کمونیستی و قوت بود ما اون کمونیستی میکنیم، SSC رو برقرار میکنیم، این میکنیم. بعد این کمیسیه کاری با راهبری نمی پیشوای ملت که یک با دیدی نو وارد این سیاست شده گفتن که گوش کنید این اختلاف آخر ندارد. بنابراین یه راه حل میوه مثل هم لبنان گفتن راه حل چی است؟ در این کنستیتوسیا می نویسیم که عقیده یگان گروه عقیده حاکم نمیشن، بلکه همزیستی میکنه. مذهب شما، دید شما، مدل شما، فکر شما همش نزد شما محترم. ما چیکار میکنیم؟ ما دولت دنیوی میسازیم که حقوق هر رو تامین کنه. اسماعیلی هم زندگی داره، حنفی هم زندگی داره، مسجد شد و مسجد به نام امام اعظم گذاشته مثلا این همین مناسبت دولت این پیشنهاد پرزیدنت بود گفته که همین مسجد به نام امام یعنی ملت گذاره. پس چی است؟ دولت موهیت ضد دینی نداره. دولت همچون راهی همچون داوری امنیتی که نمی چه خیلی که شما دو بچه با هم دیگر جنگ داره بینش میداره میگه گوش کن نزن یا دیگر تا ولی شما نمیدونید حتی بچه کیه عیبی کیه ها شما میگی که نزن نکش خب یا دیگر تا میخوای زنه شما اونجا امنیت جاری کردی بین دو آدم. ولی دولت دنیوی مدل تاجیکستان موقعیتش دولتی اتئیست نداره، نظامی دولتی نداره که مبارزه کنه برای اصلا با تنتنه مسیح مسلمان نمیشه. این درباره مدل تاجیکستان این مدل چقدر افاده شده است موقعیتش فهمد. یعنی وقتی ما مدل دولت دنیوی برای ثبات امنیت پیشگیری اختلاف مهم است همین را در نظر داریم که همچنین راه حل پیش شده نه همچنین ایدئولوژی در مقابل دین. این میفهمش کسایی که میخوان ما از این مدل محروم کنیم. هر نه مسلمانی با انصاف امامی با انصاف حتما این مدل طرفداری میکنن چون که این یکون چی به ضد دین نیست، این راه حل است. شما مثلا در لبنان میبودید چیکار میکردید؟ نه من روزی نیستم که پرزیدنت مسیحی شو میکشیم شخصی نمیگیم. میگیم همین گونه توافق شد که سروزیر از ما، رئیس پارلمان از ما، پرزیدنت از ما، یک توافق انسان هاست. این مسئله دین است. خب انا در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در 6-7 ماده همین دنیویت مدل این کورس است تست میگیم ماده 1 دنیوی بودن دولت اعلام میکنه و دموکراتی بودنش هم تایید میکنه. این ماده 1 این شرط وقت نیست. ماده دومی که به این توجه کنیم باید گفتیم ماده 6 اونجا که گفته شده است که سرچشمه حاکمیت خلق است. این گپا در یادتون گیره. ولی من هم خیلی یک جا یکان دفتر بنویسه رقم‌های بعد رفته خونه ببینیم مثلا ماده 1 ماده 6 ماده 8 17 26 28 و 100 همین 6 ماده که دنیویت دنیویت مدل جمهوری تاجیکستان شرح شده است. ماده 1 6 8 17 26 28 100 1 6 8 17 26 28 100 7 ماده. من اکنون همینجا در التماس دارم که فیسبوک یوتیوب عبدالله رهنما کشایه یک سخنرانی 1 ساعته است نامش مدل دولت دنیوی جمهوری تاجیکستان.
هر یک بند کنستیتوسیون چی معنا داره است. اون را از اونجا میگیره میجا تکرار نکنه. و جای مهمش این ماده 6 چی بود نقشش؟ منبع قدرت معین میکنه که خلق است. یعنی فلسفه دولت دنیوی. اما ماده 8 ماده ایهام مهم و شما بسیار به سر کار داره شرح حقوقی دنیویت میده. از اونجا 6 بند است که میگه که حیات جمعیتی در اساس گروه فکری است. مفکوره بند 2 ماده 8 بند طلایی گفته در اونجا میگه که مفکوره هیچ یک حزب و گروه مفکوره دولتی اعتراف نمیشه. این توافق جامعه توجیکستان چون که لبنانی‌ها گفتن که یگان تمام راهبری مطلق نمیشه پارلمان رئیس جمهوری سروزیر تقسیم. توجیکستان هم خیششتن گفتن که برادران مفکوره یگان تایما مفکوره دولتی اعلام نمیشه همه کمونیستی، مسلمانی، دموکراتی، سوسیالیستی، اتئیستی، اسلامگرای فکر محترم در مسئله دولت اداره کنی دولت شکل دنیوی میتیم برای جنجال نشدن. این مکانیزم پیشگیری نزاع است. اگر عقل امروزه ما میبود من مثلا میگم دیگرانی همین به جای دنیوی می‌نویسن که خیلی شهروندی منطقی عقلانی بشری می‌نوشتم همین بحث خودش خیلی پایین میاد. این یکان ایده ضد دینی نیست بلکه اگر همین دینی هم میبود همین فکر میکرد که خیلی ده ها نوع مذهب و فکر و اندیشه داریم و یک مکانیزم میابیم که خونریزی نشود. این حتی همین هر خیلی روی حال است. این دو حزبای اسلامی افغانستان 9 حزب اسلامی بود اتحاد شوروی چپا کردن بعد هم جمع شدن گفتن چیکار کنیم هم رهبر هم ملا هم استاد گفتن که بیا روی حل میگن 9 حزب 2 ماهی 1.5 سال حکومت بکنیم. اینا 2 ماه صفت الله مجددی 2 ماه ربانی 2 ماه حکمتیار 2 ماه سیار تقسیم کردن راهبری را. همینجا شما چی میگه؟ میگه ضد اسلام است یا اسلامی. میگه این یه روی حل عقلانی یافتن همون 9 کسی که همین روی حل یافتن همش شیخ دومولا بزرگ دین پروفسور اسلام ولی نگفتن که ای خدا یگان پیغمبر بیایه جشینا. میگه ما مسئول همین زعامت دولت افغانستان در دست ما اومده هم خیلی روی حل میابیم که در 1.5 سال 2 ماهی همین 9 آدم حکومت میکنه 1.5 سال که آرامی شد انتخابات میکنه کسی غالب شد همون میشه راهبر. ببینید همین روی حل است. یعنی روی حل دنیوی به معنای ایدئولوژی زندگی نیست بلکه یک چاره پیشگیری علمی فاجعه چاره پیشگیری خونریزی و این ماده بسیار جالب است و همینجا یک شرح اساسی است که بینه در همین یکون جای کنستیتوسیون قانونگذاری دیگر عباره دین از دولت جداست وجود ندارد. همه چیز در توجیکستان نیست همین مفهوم که دین از دولت جداست. در یکون جای قانونگذاری توجیکستان همین گپ نیست. فقط این است که در این ماده 8 تشکیلات دینی از دولت جداست. یعنی سازمان ها به کار دولت مداخله کرده نمیتونند برای تشکیلات ولی مثلا دین هم چو مفهوم هم چو اخلاق هم چو ارزش مثلا چقدر دولت همکاری میکنه. این همین روز شما بار دیگه میگم ببینید رئیس دولت مسجدی کلانترین مسلمان شد سرمایه گذاری کرد نیست بشه تاجیکستان سرمایه گذاری کرد ولی میگه امیر قطر صحبت اکثریت پولش داده یک 50 میلیون خودی واقعیت دولت تاجیکستان داده است. بنابراین پول گذاشته است برای مسجد بزرگی مسلمانان این دین از دولت جدا نیست بلکه تشکیلات دینی سازمان نمیتونه با امور دولتی دخالت کنه از اداره کنی دولت جداست. این معناش بنابراین گفتم که در اروپا و در امریکا میگن بهترین چیزی که در همین قانون امریکا هست
همین است که تشکیلات دینی از دولت جداست. ما کیف طلبی داریم. یعنی اونا اینو مثبت با هم میتونن. ولی بعضی این چیزی دین از دولت جداست. این دین از دولت جدا نیست. وقتی چی است؟ تشکیلات دینی از نظر ساختار از دولت مستقل است. اگر به جای جداست مستقل است می‌نویسن شما اوه چه خوب. جداست یعنی مستقل است. و همکاری میکنن با دولت در مسائل عمومی، در حفظ امنیت ملی، در حفظ ثبات، منفعت‌های ملی، رشد انسان، تربیت انسان، نگهداری ملت همکاری میکنن. اما از نظر ساختار یک تشکیلات جداست. این بسیار گپی مهم است. و درباره ماده 26 وقت نمیشه، ماده 28 سیاسی بود، ماده 30 خلاصه ببینید من خواهش میکنم که برای که وقت نمیرسد به جمعه ها رسیم یک ساعت ما به همین خلاصه میکنیم که در صفحه یوتیوب همون سخنرانی من درباره نامش مدل دولت دنیوی دو نقطه مدل تاجیکستان شد. اونجا همه بندای کنستیتوسیون و چرا این لازم است گفته شده است و بار دیگر من به همین سه نقطه در یک جمله اشاره میکنم. یکم اینکه دولت دنیوی در تاجیکستان ماهیت ضد دینی، اتئیستی، ایدئولوژی ندارد. شما مثال میارم ببینم هر یک بند کنستیتوسیون قانون گفته است. دقیقاً ماده 8 گفته است که ایدئولوژی یکم گروه نمیتواند حاکم شود. نه دینیش، نه دنیویش، نه اتئیستیش، نه کمونیستیش. دوم گفتیم که دولت دنیوی در تاجیکستان همچون راه حل برای حلی یا پیشگیری نظام و برای تامین امنیت. و سوم اینکه دولت دنیوی در تاجیکستان این نگهدارنده همین ملت ثبات امنیت است، به خاطر که اگر نزاعی مذهبی شود، اختلاف بین گروه‌های مذهبی شود، از بیرون زود دخالت میشه. یکون تشه در این دولت دستگیری میکنه، یک تشه این دولت دستگیری میکنه، در نتیجه این کشور میشه طوفان، این از بین میره و همین مهمترین مسئله مردم تاجیک چی است؟ گفتیم دولت. پس دنیویت نظام یک مکانیزم حفظ هم فرهنگ است، هم ملت است، هم دولت.